مرد مطلقاً حق طلاق داره، زن حق طلاق نداره. من میگم در خصوص مهریه میبایست یک اعتبار سنجی مالی از مرد صورت بگیره. من اصلا بشناسم طرفم رو به لحاظ مالی، ببینم تو چه وضعیت مالی قرار داره، اصلا این تعهدات مالیش رو در پرداخت قبوز، در پرداخت اقساط، در پرداخت مالیات، اومده میگه من تاجرم، اومده میگه من مهندسم، شرکت دارم، مدیر عاملم، اصلا این تعهداتش رو نسبت به تعهدات مالیش رو انجام داده یا نداده. اینو باید بانک مرکزی، دستگاه‌های زیربط این رو برای خانواده ها چجوری یه نامه، همونطوری که عاقد نامه مینویسه برید ماده 1040 آزمایشگاه، یه نامه بنویسه بانک مرکزی، این دختر و این پسر میان با این مشخصات یه اعتبار سنجی کامل این آقا رو در اختیار خانواده دختر بگذار. اعتبار سنجی چرا دو طرفه نباشه؟ آخه من قرار نیست به شما چیزی بدم که، ضمن این که فرض کنیم خدای نکرده من این کارو کردم، مرد مطلقاً حق طلاق داره، زن حق طلاق نداره. مرد میتونه طلاق بده، قانونگذار و شارع دست مرد رو باز گذاشته، اما زن اگر افتاد توی این رابطه راه خروجی دیگه نداره.